صد بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان شبکه شهنام. امروز همراهی آینه نیروگین، همراهی شمایان دیده به دیده رسیده ایستادیم. البته امروز ما قرار داریم در دهه آهلیک خوشمنظره شهر سمرقند برای تبریک کردن سیف الله مک و خاندانشان مهمان هستیم. از نام خواهر راهدورشان که در مسافرت هستند، از نام نگار خاله تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی امروزه بهترین را، این لحظه های پرفیض این خاندان را همراهی شمایان با هم میبینیم. اگر تیار باشید اگر آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم پدران، مادران مهربان. و امروز چکلکی فهمیده از نامی یکی از نزدیکتران خواستیم و روزی زادروزی سیف الله مک تبریکگویی آمدیم. اگر قرصک میزنیم پیشانبا تکلیف میکنیم. برنامه سیف الله مک پیشانبا نزدیکتر است و البته لاله خاله شما هم باید پیششان به نزدیکتر. السلام علیکم. سیف الله مک زادروز مبارک، روزی خرسندی را، تولد را مبارک باد میگیم. امروز از نامی کی آمدگی باشیم؟ از نامی کی آمدگی تبریک کنیم؟ مامان از طرف خانم البته از نامی جنتان، از نامی نگار خالم که در مسافرت هستند، از نامی خاله جانی عزیز شما را تبریک میگویم. تمام آرزوهای نیک را، تمام نیت‌های نکو را از نامی خواهر عزتان میرسانیم. البته با مهمانان اجازه بدهیم مرحمت به حضور شنیدتان. مهمانان عزیز حضور میخواهیم اگر ناراحت کرده باشیم به حضور شنیدتان. حاضر تا آمدن سیف الله مک همراهی نگار خاله خواهر عزتان هم صحبت شدیم که در مسافرت هستند. گفتم که برادری عزیزی من، جان جگری ما، مهربانی ما، خبرگیرکی ما، زنگ زده از حال و احوال من خبر میگفتگی انسانی که در چهرهشان چهره پدرم مجسم است. هر بار بینیم اگر البته خرسند میشویم از آن روی پر از نورشان، از آن سخنهای پر از پندآمیزشان بهره‌مند میشویم. رحمت گوید برای هستیشان دوست می‌داریم. یاد کردم سیف الله مک آن روزها را یاد کردم میگویم. آن دم بود که در سر یک دسترخوان میشستیم همراهی اکاهام. پدر مادرم پیشگی خاندان بودند. با من اینقدر اکاما یک خوردکک مرا ارکه کرده کلام کرده بودند. آن دمهای خوردی هم آن را یاد کردم. میخواستم کمی باشد هم 2 یا 3 دقیقه باشد هم آن روزها را ببینم، لیکن امکانش نیست. حاضر که هستم من قدر میکنم، دوست میدارم رفته از نایمان تبریک گوید. گرچند که پدر مادر ما در سر ما نباشند هم به جای پدر رفته تبریک کنید برادری ما را. امروز روزی خرسندیشان است، روزی زادروزشان است. برایشان رسانید که در 2 دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. گفته برادری عزیزی ما را، اکاجانی عزیزی ما را در روز خرسندیشان تبریک کنید. خرسند کنید که فقط لبخنده همراهشان باشد. همراهی یک باشم لاله خاله‌تان البته عمری دراز نصیب کند. در سر فرزند و نبیره ها همیشه سایبان شده گردند. در سر عائله ما هم فقط صحت سلامت گردند. رسانید که بخواهم آسمان ماند برایت، زبانی گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. امروز روز خرسندی را، زادروز را، مولودی خجسته را بار دیگر مبارکباد میگیم. البته برای شما در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است که روی دنیا تن گرفته. حتی قرصک میزنه میسپاره. مرحبا. مبارک باشد.
البته کتاب قیمت‌بهاترین به بهاترین را یک جا احتیاط میکنیم. امروز روز خورسندی را مبارکباد میگیم. حالا امروز از شما انسانی ارزنده ترین شما هستند که تبریک گویید تمام جانی عزیز را در روز زادروزشان از نام خود از نام فرزندان عزیز مرحبا. سالی بچه هاشو نماراشو باسد سالونده بنگوه بینم پوشا پیشنه نمارو کتی خنده جوته موشه منم خیلی خوش شخصیتی ترک نسازد این خاندانم فقط رئیسای خورسندی باشد. البته قیب الله یک تا خودتان پیل خاندان که شرکت تبریک کنیم. مرحبا. یه یا ترمین نگذاره بشه من چی گفتنیم؟ اکا خدایم تالا چی که روز داده باشه گرمت عزت بچه ها فرزند یار و دیار خیش و اکا و پدر مادر ساق باشه گیره زر گردد فقط روزای نرس سلامت باشه. هزار رحمت تشکر میگیم. زادروز مبارک. البته امروز بزم زیباست روزی خورسندی. البته سخنهای تبریکاتی باشد اگر میشنویم از نام جیانها و خویش و تبار نزدیکان فرزندان مرحمت. دو دختر دارید؟ دو تا دختر. البته دختران مرحمت پیش شما نزدیکتر میستیم. من که شروع که پدرجان را تبریک میگیم. مرحمت. دادا جان شیرینم 100 ساله شده وقتی ما با سلامت باشه اشکی شادی سر خاندان بگذارید که اشکی شادی همیشه باشد. همیشه روز خورسندی و دیده رسیدن نصیب کند. البته لالا خاله شما را با نزدی مرجان تکلیف میکنیم. سیف الله که یک جایه من همین شیرینی زیبا را میبریم از آن تنور میکنیم. سیف الله تویش لگش و چند سال شد همراهی لالا خاله 31 سال. ای قلتره دوری کوهن نبود از پیر نبود است. دوری شما به حضور تارتبوری بود ورس و بازی همه چیز بود. الان با انام میکنیم حاضی شیرینی را میبریم از آن تنور میکنیم بعد از آن همراهی فرزند و نزدیکان و مهمانان میرقصیم خورسندی میکنیم و همه شیرینی را نزدیک البته شیرینی را تناول کرده شدیم یک تا میرقصیم اکنون میرقصیم خورسندی میکنیم نه میرقصیم بعد از آن رسم گیری میکنیم. البته مرحمت سرودهای شو خورسندی کردم میرقصیم همراهی فرزندان کیرین تمام این نزدیکان آیدا شده کمشون
چشمم گوشونه درد و دوای چشمم جا که بینم رهای اشکم رودی زد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا نالکنم نمیشه هندان بودم همیشه دردی دل آزاره دوان دوان بپیشه نالکنم نمیشه هندان بودم همیشه چکی چکی بالا ندیم شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی
Hey,
دایما شکری خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بیننده های عزیز، امروز ما در دهه آهلیک عزیز شهر سمرقند قندمند مهمان شده پدر عزیزی خاندان را سیف الله امک را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی و شادیانه و شادمانی را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت خود را احتیاط کرده با ما باشید، با شبکه شهنان و البته همیشه در پناه خداوند باشید. خود را احتیاط کنید. تشکر می‌گویم. رحمت. سلامت باشید. پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار، برای راحت روحم به سرداری شوق کن. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی، رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری از دانی. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایا، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیا، پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانه، گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایا، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیا، پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد.